بشم ببینیم که اگر شما هنوز به اون ور فکر میکنید به نظرم اول تکلیف خودتون رو مشخص کنید. مثلا ببینم که من بیشتر الان راجع به شما مورد چیز بدن که اصلا چجوری بوده اسمی از مریم نمیشه. حالا الان که هست خب اوکی، میخوام ببینم که مریم کیه بالاخره میشه واضح در صحبت یه کوچولی کنید. با هم آشنا بشیم دیگه، همین دیگه، مثلا چیز بدی دارم آشنا دیگه بشین نمیاد، اونم تمام شده دیگه، تمام نشده. یعنی پیشنهاد رابطه میدید؟ پیشنهاد رابطه، پیشنهاد آشنایی دارم بدم، میتونیم با هم دیگه بریم صحبت کنیم. آخه من از رابطه های یه روزه یک ماه متنفرم. کی گفت رابطه یه روزه؟ من گفتم یه روزه. آخه با توجه به گذشته شما من یکم ترس دارم. که یه روزه نبوده، خودت هم میدونی که تمام شده، خودت نمیدونی بگی ملیکا صبور بوده.